صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای منجی بشریت و یکتا امید انسانها، ای مسیح و ای سرور ما، تو از طرف خدا در زندگی ما وارد شدی و در دنیای ما زندگی کردی و در طبیعت ما شرکت نمودی و مطیع اتفاقات حیات و اعمال مردمی که در میانشان زندگی می کردی گردیدی. به سوی خدا رفتی، بنابراین برای همیشه با ما در حضور خدا حضور داری. تو آن نمونه حیات ابدی هستی که به ما یاد می دهی که زندگی آدمی چگونه باید واقعا باشد و منظور از زندگی او چه بوده و چه هست و نتایج زندگی پیروزمندانه خود را با ما در میان می‌گذاری و ما را کمک می‌کنی و ما را قادر می‌سازی که هرچه بیشتر رشد کنیم و بیشتر مانند تو بشویم. پس ای خدا، اکنون که توجه خود را معطوف به کلام مقدست می‌کنیم و توجه خود را معطوف به زندگی مسیح مقدس نمونه و مظهر تو می‌نماییم، از زندگی منجی زنده خود ما را بیشتر آگاه کن. ما را یاری بده تا مقصود و هدف و اوامر کلامت را فهمیده و از آن پیروی کنیم. به درگاه تو آمده ایم ای خداوند تا از تو یاد بگیریم و هدف و مقصود را از تو بیابیم. این دعا را به نام مقدس و زنده عیسی مسیح نجات دهنده بشریت که اکنون در حضور توست می‌طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه‌ای از صدای انجیل. راهیان عدالت و تشنگان خدا، درود بر شما. امیدوارم که مهر و محبت خدا وجودتون رو فرا گرفته و در انوار رحمتش شاد باشید و نور خدا قلب‌ها و وجودتون رو منور ساخته و برای او زندگی کنید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی خدا را شکر و سپاس می‌کنم که با شما هستم و از کلام خدا آیات سماوی را خدمتتون بخونم و توضیحاتی در مورد معنی آیات تقدیم حضورتون کنم. برای این منظور از شما دعوت می‌کنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل 4 از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا بگشایید تا آیات شریف را با هم قرائت کنیم و از فیض خدا مستفیض شویم. از فرصت استفاده می کنم و از شما یاران عزیزی که برای ما نامه می نویسید و ما را در رسانیدن حقیقت تشویق می کنید سپاسگزاری کرده و امیدوارم که با کمک خداوند حقایق برای شما آشکار شده و با پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود از حیات جاودانی بهره مند شوید و نور خدا قلب‌های شما را منور سازد. در ضمن یادآوری می‌کنم که ما به تمام نامه‌های رسیده از طرف شما حق‌جویان و ایمانداران عزیز پاسخ کتبی می‌دهیم.
از فصل 4 ما با آغاز مأموریت عیسی مسیح در این عالم روبرو می‌شویم و از این پس با تعلیمات و کارهای او آشنا می‌شویم. دلیل بیان تمام آیات کلام خدا از طریق رادیو برای شما یاران عزیز و حق‌جویان اینه که خودتون تمام حقایق مربوط به ایمان ما مسیحیان را بشنوید و بعد این آیات و تعلیمات را با آیات و تعلیمات دیگران مقایسه نموده و بهترین را برگزینید. زیرا در این دنیا راه‌های بسیاری هستند که ادعا می‌کنند خوب هستند و از جانب خدایند، ولی واقعیت این است که خدا یکی هست و راهش هم یکی می باشد و بهترین راه این است که ما به میوه آن تعلیمات توجه کنیم. هر درخت را از میوهش می توانیم بشناسیم و به همین طریق هر مذهب را از نتیجه تعلیمات و عقاید می تونیم بشناسیم. دعای ما این است که شما در این راه حیات و راستی قدم برداشته و اراده خدا را پیروی کنید. حالا توجه شما را به قرائت آیات جلب می کنم. ابتدا 13 آیه اول که درباره آزمایش عیسی مسیح در بیابان توسط شیطان است کلام خدا را میشنویم و سپس توضیحاتی در مورد آن تقدیم حضورتون میکنم. انجیل لوقا فصل 4 از آیه 1 الی 13 میفرماید: اما عیسی پر از روح القدس بوده از اردن مراجعت کرد و روح او را به بیابان برد و مدت 40 روز ابلیس او را تجربه می نمود و در آن ایام چیزی نخورد و چون تمام شد آخر گرسنه گردید و ابلیس بدو گفت اگر پسر خدا هستی این سنگ ها را بگو تا نان شود. عیسی در جواب گفت مکتوب است که انسان به نان فقط زیست نمی کند بلکه به هر کلمه خدا. پس ابلیس او را به کوهی بلند برده تمامی ممالک جهان را در لحظه‌ای بدون نشان داد و ابلیس بدو گفت جمیع قدرت و حشمت را به تو میدهم زیرا که به من سپرده شده است و به هر که میخواهم میبخشم. اگر تو آمده پیش من سجده کنی همه از آن تو خواهد شد. عیسی در جواب او گفت ای شیطان، مکتوب است خداوند خدای خود را پرستش کن و به غیر از او کسی را عبادت منما. آنگاه شیطان او را به اورشلیم برده بر کنگره هیکل قرار داد و بدو گفت اگر پسر خدا هستی خود را از اینجا به زیر انداز زیرا مکتوب است که فرشتگان خود را درباره تو حکم فرماید تا تو را محافظت کنند و تو را به دستهای خود بردارند مبادا پایت به سنگی خورد. عیسی در جواب وی گفت مکتوب است که خداوند خدای خود را تجربه مکن. خداوند خدای خود را تجربه مکن. و چون ابلیس جمیع تجربه را به اتمام رسانید تا مدتی از او جدا شد. دوستان عزیز، در این آیاتی که خدمتتون قرائت کردم خداوند به ما انسانها میخواهد طریق پیروز شدن بر اهریمن را آشکار کند و به ما در واقع تعلیم می‌دهد که اگر از این راه و روش پیروی کنیم و به صدای مقدسش گوش بدهیم شیطان بر ما غلبه نخواهد کرد، در عوض ما شیطان را مغلوب می‌کنیم. توجه داشته باشید که هر اتفاقی که برای عیسی مسیح پیش می‌آید، هر تجربه‌ای که او در اینجا آزمایش میشه از آن می‌خواهد به من و شما نمونه و تعلیم بدهد و به ما تعلیم می‌خواد بده که وقتی ما نیز در چنین موقعیتی قرار گرفتیم بدانیم که اولا اراده خدا چیست و در ثانی چگونه با آن روبرو بشیم و یا مقاومت کنیم. به معنی آیات و لغات حالا توجه می‌کنیم تا مقصود از بیان این آیات را بفهمیم. در اینجا می‌بینیم که عیسی مسیح به هدایت روح خدا به بیابان میره، روزه میگیره و بعد شیطان میاد او رو تجربه میکنه و یا وسوسه میکنه، تحریک میکنه. در آیه اول میگوید که اما عیسی از روح القدس پر شد. حالا این اشاره به روح قدوس خداست که در موقع تعمید گرفتن بر وی نازل شد که در فصل 3 آیه 22 آمده است. روح خدا او را پر و مملو میسازه به طوری که دیگر هیچ جایی برای فکر بد و یا خطا در قلب و وجود مسیح باقی نمیماند. همچنین این اصطلاح یعنی پر از روح القدس از روز پنتکاست به بعد راجع به شاگردان او هم گفته شده. به عبارت دیگر ما انسان ها نیز می توانیم به خاطر فیض عیسی مسیح از عطایای روح القدس بهره مند شده و از روح خدا پر شویم که جایی برای شرارت و گناه در ما نباشد. میگوید عیسی از اردن مراجعت نمود یا برگشت.
بعضی عقیده دارند که عیسی بعد از تعمید مستقیما به جلیل برگشته، اما احتمال می‌رود که وی از نزد یحیی به بیابان میره تا در روزه و دعا با پدر آسمانی خود یا خدا یکتا در مصاحبت باشه. او به وسیله روح و یا در روح یا به وسیله هدایت روح به بیابان که در نزدیک اردن می باشد و تاپه‌های بی حاصل فراوانی در آنجا وجود دارد می رود. مدت 40 روز تمام روح عیسی در آن مکان از مکان دیگر و به مکان دیگر منتقل می شد و در واقع قلب مسیح به قدری با افکار سماوی پر بود که اصلاً ملتفت نبود که به کجا میره. تماماً در بیابان بود و با خداوند راز و نیاز داشت و برای غذای جسمانی هم اشتیاقی نداشت. چرا؟ چون تمام وجودش، هستیش از روح خدا پر بود و فقط به خدا توجه داشت. در آیه 2 میگوید ابلیس به او ظاهر میشه. ابلیس به معنی غیبت کننده یا تهمت زننده است و این اسمی است که گاهی به شیطان یا روح اعظم بدی و سرکشی که با اراده مقدس خدا مخالفت می‌کند به کار برده می‌شود. یعنی روحی که می‌خواهد ارواح مردم را فاسد کند، ابلیس یا شیطان. و این مکر شیطان دوستان عزیز نه فقط توسط پیامبران به آن اشاره شده، بلکه خود عیسی مسیح نیز بارها و بارها در تعلیماتش از حیله و مکر اهریمن سخن گفته و میگوید و مردم را هوشیار می‌سازد که فریب شیطان نخورند. وقتی میگوید که شیطان بر مسیح ظاهر شد، این بدان معنی نیست که حتما شیطان در قالب جسمی مثلا بر عیسی ظاهر شده و یا یک قیافه زشتی داشته و یا 2 شاخ داشته و به نزد عیسی مسیح میاد، بلکه بیشتر بدان معنی است که احتمالاً قلب و فکر عیسی مسیح را میآموزد. میفرماید 40 روز او را آزمایش یا تجربه میکرد. یعنی به مدت 40 روز شیطان دائما سعی در تجربه کردن مسیح بود. حالا دقت کنید دوستان عزیز، آزمایش شدن در کتاب مقدس گناه محسوب نمیشه. دقت کنید، آزمایش شدن در کتاب مقدس گناه محسوب نمیشه، ولی تسلیم شدن به آزمایش گناه محسوب میشود. آزمایش شدن گناه نیست، ولی تسلیم شدن به آزمایش گناه محسوب میشه. کتاب مقدس میگه که لازم بود که عیسی مسیح نجات دهنده ما در تمام نکات و دقایق مثل ما انسانها آزموده شود. چرا؟ تا بتواند در موقع آزمایش ما را کمک کند. یعنی تا بتونه وقتی که ما در مشکلات هستیم، در آزمایشات و سختی‌ها و وسوسه و تحریکات هستیم، به ما کمک کنه. در این آیات به کیفیت آزمایش‌های او که به 3 طریق است اشاره شده است. ولی دوستان عزیز بدون شک آزمایش‌های بسیار دیگری هم بوده که عیسی هرگز به کسی نگفته است. از متن آیات چنین برمی‌آید که عیسی آنقدر در این مدت در بحر تفکر غوطه‌ور بود که گرسنگی را احساس نمی‌کرد. در اینجا لازم است که یادآوری کنم نباید تصور کنیم که چون عیسی فرزند روحانی خدا بود با دیگر انسان‌ها فرق داشت هرگز احساس گرسنگی و خستگی و زحمت را نمی‌کرد. خیر، برعکس، چون او ساختمانش کاملتر از سایر اشخاص بوده احتمال می‌رود که بیشتر از اشخاص معمولی زحمت و درد را احساس می‌کرد. در چنین موقعی شیطان فرصت می‌یابد که شاید سبب سرپیچی مسیح بشه، درست به وسیله همون چیزی که آدم و حوا گناه کردند، یعنی خوراک و غذا. و در واقع شیطان می‌خواست به همون طریق آدم ثانی یا عیسی مسیح را نیز فاسد فانی کند، همانطور که آدم اول یعنی آدم و حوا را فاسد کرد. زیرا اگر به خاطر داشته باشید شیطان به وسیله فریب دادن آدم و حوا نه فقط آنان را از هدف و مقصود خدا جدا کرد و آنها در گناه اسیر شدند، بلکه طبیعت بشر را نیز آلوده ساخت، دنیا را گناه آلود نمود. و دوستان عزیز هر بلایی که در جهان است نتیجه گناهان بشر است، ثمرات گناه است. زیرا کلام خدا میگوید خداوند همه چیز را نیکو و خوب کامل خلق کرد و از همه خلقت خودش خوشنود و راضی بود، ولی بر اثر ورود گناه نیکویی ها نیز آلوده گردید و حالا خدا مسیح را فرستاده تا بشر را از نو تولد ببخشد و او را مجدداً به مقام اولیه خود بازگرداند. پس شیطان با همان روش سابق خود می آید تا مسیح را به دام اندازد و راه نجات انسانها را هم برهم بزند، ولی خدا را شکر که موفق نمیشه، بلکه مسیح پیروز میشه. شیطان به عیسی مسیح میگوید که اگر پسر خدا هستی این کار را بکن.
احتمالاً این گفته شیطان اشارش به همون صدای آسمانی است که 40 روز قبل در حین تعمید از آسمان شنیده شد و خدا خودش فرمود که این است پسر من که از او خوشنود هستم. بدون شک عیسی مسیح می‌دانست که بر اثر پر شدن از روح القدس قدرت معجزه کردن را دریافت کرده است. چرا؟ چون کلمه خدا بود، ابن الله بود و قدرت داشت که سنگ‌ها را به نان تبدیل کند. میتونست. خیلی منطقی بود که عیسی که گرسنه بود این کار را بکنه. از نظر ما انسان‌ها می‌دونیم که شیطان چیزی بدی نگفته. خب حالا قدرت تو ای مسیح ثابت کن، این سنگ را نان کن. و این نشان میده دوستان عزیز که آزمایش‌های شیطان ظاهراً منطقی هستند. دقت کنید. این نشان میده که آزمایش‌های شیطان، تجربیات شیطان که به فکر و عقل و وجود ما وارد میکنه ظاهراً منطقی هستند. ولی عیسی مسیح به شیطان گوش نمیدهد. کاری ندارد که پاسخش سوالش منطقی یا نه. به شیطان گوش نمیده. در عوض در پاسخ شیطان آیات کلام خدا را به کار میبرد، گفتار کلام خدا را به کار میبره و با کلام خدا به مبارزه بر علیه شیطان میپردازد و میگوید ای شیطان، مکتوب است، یا در تورات در کتاب تثنیه فصل 3 آیه 8 آمده است که انسان محض نان زیست نمی کند و یا انسان برای غذا خوردن خلق نشده. در عوض میگوید انسان باید برای غذا به خدا اطمینان داشته باشه. و دوستان عزیز، در واقع این پاسخ مسیح با نمونه دعایی که به ما عطا کرده هماهنگه که از خداوند باید تقاضای نان روزانه رو نمود که ای پدر آسمانی نان روزانه ما را به ما عطا بده. وقتی عیسی مسیح در آسمان بود تمام قدرت را در دست داشت، ولی چون به زمین آمد قدرت آسمانی خود را کنار گذارده، خود را خالی کرد تا انسان شد. بنابراین او هم مثل سایرین بایستی متحمل زحمت بشه و مثل دیگران بایستی به وسیله ایمان زندگی کنه تا با مردم همدردی داشته باشه و رنج‌های آنان را احساس کنه و آنان را نجات ببخشه. اما اگر وی حالا از قدرت الهی خودش برای رفع خستگی و زحمت و گرسنگی استفاده می‌کرد و حرف شیطان را گوش میداد و حتی به خاطر اثبات کردن به شیطان که او فرزند خداست این معجزه میکرد، دوستان عزیز، آن وقت مسیح هرگز نمیتوانست احتیاجات انسانی را احساس نماید و از همدردی بشر نیز عجز میداشت. از این رو به یک باره و برای همیشه آزمایش شیطان را که عبارت از بکار بردن قدرت خیش برای پرورش نفس خودش بود رد میکنه. بله دوستان عزیز، مسیح خواسته شیطان را که برای بکار بردن قدرت خیش و برای پرورش نفس خودش بود رد میکنه و از تغییر سنگ به نان، آن هم برای رفع گرسنگی خودش، امتناع می‌ورزد و تا آخر حیات خود حتی یک معجزه هم برای راحتی جسمانی یا نفع شخصی و یا پرورش نفس خودش بکار نکرد و انجام نداد و در عوض تمام قدرت خودش رو برای کمک به دیگران به کار میبرد. از این رو شیطان نتوانست به وسیله گرسنگی او را وادار به نافرمانی از خدا کند. و دوستان عزیز، در اینجا راز پیروزی بر اهریمن را نیز به ما تعلیم می‌دهد که برای پرورش نفس خود کار نکنیم و دوم اینکه همیشه با کلام خداوند به وسوسه‌های شیطان پاسخ بدهیم. در آیه 5 میگوید که شیطان عیسی را به بالای کوه میبره و یا به قول متی بر کوه بلندی برد. مسلماً هیچ کوهی آنقدر بلند نیست که از فراز آن تمام ممالک عالم را بتوان دید و این امر ما را در درک مقصود این آیه یاری میدهد که این بالا رفتن روحانی بوده و نه جسمانی. کلمه در لحظه‌ای کلید درک آن است، یعنی عیسی با چشم روحانی و نه با چشم جسمانی ممالک عظیمه عالم یعنی روم و ایران و یونان را در یک لحظه میبینه و یا به خاطر میآورد، مجسم میکنه، زیرا این سه حکومت در آن زمان دنیا را در اختیار داشتند. حالا شیطان میگه که ای مسیح، جلال این ممالک به من سپرده شده است. این ادعای عظیم شیطان است و نه کلام خدا. دقت کنید، کلام خدا نمیگه که تمام این ممالک به دست شیطان داده شده است، بلکه میگوید که شیطان خودش میگه. حالا حرف شیطان نصفش راسته و نصفش دروغ. شیطان نمیتواند سلطنت دنیا را به هر کسی که بخواهد بدهد، زیرا همه چیز به خدا تعلق دارد و بدون اجازه خدا شیطان نمیتواند هیچ کاری بکند. ولی از یک نظر شیطان راست میگفت که او رئیس این جهان میباشد، زیرا در میان کسانی که تابع خدا نیستند و از خدا مردم پیروی نمیکنند قدرت عظیمی دارد و مخصوصا در زمان عیسی مسیح تقریبا تمام مردم عالم به استثنای گروه بسیار قلیلی از یهودیان که یکتاپرست بودند همه پیروان اهریمن بودند
یعنی از خدا پیروی نمی‌کردند. اما خدا را شکر که از آن زمان به بعد عیسی مسیح از قدرت شیطان کاسته است، زیرا از زمان مسیح تا به حال بسیاری هستند که امروز محبت و کلام خدا را در دل دارند و از خدا یکتا پیروی می‌کنند. حالا در آیه 7 شیطان میگه که اگر مرا پرستش کنی و یا پیش من سجده کنی و یا من و اراده مرا اطاعت کنی، آن وقت من این ممالک را به تو میبخشم. به عبارت دیگه شیطان حتی حاضر شد که اقتدار کامل جهان را به عیسی مسیح ببخشه، به شرطی که عیسی اوامر او را به جا بیاورد. ولی عیسی مسیح میدانست که خودش پادشاه است و مقرر است که بر تخت داوود نشسته بر تمام ملل سلطنت نماید. به علاوه او میخواست جمیع خلق را مطیع خود سازد و خطایای جهان را اصلاح کرده عدالت و صلح و سلامتی را برقرار کند. حالا شیطان به مسیح میگه تو اوامر مرا اجرا کن و من خواسته تو را اجابت خواهم کرد. دوستان عزیز، اگر عیسی مسیح امر شیطان را اطاعت میکرد میتوانست بزرگترین پادشاه روی زمین باشه، اما او از به دست آوردن سلطنت و قدرت به وسیله وسایل اهریمنی امتناع ورزید. او شمشیر را انتخاب نکرد بلکه محبت را اختیار نمود. دو رنگی را ترجیح نداد ولی حقیقت را پسندید و این دو صفت را وسایل غلبه خود بر شیطان قرار داد و به این وسیله مصمم شد که قلب‌های مردم را تسخیر کرده و بر دل‌های انسان‌ها حکومت کند. بله، این روش او را تخت و تاج جسمانی نائل نگردانید. در عوض این روش مسیح را به صلیب رهبری کرد، نه تاج تخت جسمانی. عامل مرگ مسیح شد و عیسی مسیح اگرچه این مسئله را خوب می‌دانست، محضاً بدین امر رضا داد، زیرا اراده خدا چنین ایجاب می‌کرد که شرارت را به وسیله محبت در خود مجذوب کند. پس در پاسخ به شیطان مسیح می‌گوید مکتوب است، یا خدا فرموده است که ای شیطان فقط باید او را پرستش و سجده نمود. عیسی مسیح باز هم از تیرکه، از کمان الهی یا از کلام خدا تیر رها میکنه، آیه به کار میبره و دشمن خود و دشمن ما را به عقب میکشانه و در واقع شیطان در هدف خود نتوانست موفق بشه و میل برای قوای دنیوی را در عیسی مسیح نتونست به وجود بیاورد. از آیه بعد متوجه میشیم که آزمایش سوم عیسی مسیح بر ما آشکار میشه. کنگره یا مکان بزرگ بیت المقدس بلندترین نقطه عبادتگاه در خانه خدا بود. میگوید که عیسی مسیح تو خودت را از این بالا به زیر بینداز. چرا؟ چون وقتی تو سالم به پایین برسی، وقتی مردم به معجزه تو ایمان بیاورن، ببینن که تو از اون بالا افتادی، آن وقت مردم به تو ایمان میآورن. ولی مسیح جلال مردم را رد میکنه و با بیان گفتار خداوند باز شیطان را از خودش دور میکنه. دوستان عزیز، نکته بسیار جالب و مهم اینه که شیطان نیز از کلام خدا اطلاع داره و میتواند کلام خدا را برای مقاصد خودش نقل قول کنه، همونطوری که در اینجا این کار رو میکنه. ولی عیسی مسیح با کلام خداوند پاسخش رو میده. ای عزیزان، در این سه آزمایش ما میبینیم که عیسی مسیح با کلام خدا یکتا بر علیه تحریکات اهریمنی به مبارزه میپردازد، مقاومت میکنه و پیروز میشه. و این به ما نشان میدهد که دانستن کلام خدا از برکردن آیات خداوند بسیار بسیار ضروری و مهم و حیاتی هستند و اینکه در کلام خداوند قدرت عجیبی وجود دارد، قدرت خدا وجود داره. در کلام خدا قدرت نامری خدا هست. چرا؟ چون از خداونده. هر کلامی که از خدا صادر بشه، هر کلامی که از دهان متبارک خدا خارج بشه، با قدرت خدا آمیخته است و همیشه جاودانی و ازلی و پرقدرت می باشه. پس اگر من و شما دوستان طالب قدرت خداییم، اگر من و شما میخوایم بر وسوسه و نفس پیروز بشیم، احتیاج به قدرت داریم. قدرت خدا در کلامش است. یعنی ما باید خود را از کلام خدا پر کنیم، کلام خدا را از بر کنیم. عیسی مسیح در جواب آزمایش سوم شیطان میگوید ای شیطان، خداوند خدای خود را آزمایش مکن. مقصود عیسی مسیح این است که برای رهایی از بدی شخص باید فقط و فقط آن موقع به خدا اطمینان داشته باشد که بر وفق اراده خدا زندگی میکند و در راه خدا سالک است. به عبارت دیگر، اگر شخصی عمدن از راه مستقیم منحرف باشد و در راه خدا زندگی نمی کند ولی امیدواره که خدا او را حفظ کند، خودشو به خطر بندازه، این شخص خودشو فریب داده.
اگر شخص بگه که خب خدا مرا یاری میده بنابراین خودش رو به خطر میاندازه در حالی که کاملا از خدا پیروی نمیکنه، دوستان عزیز، این شخص در واقع با نوع فکرش داره خدا را آزمایش میکنه و این شخص نبایستی انتظار داشته باشی خدا او را کمک میکنه. خداوند کسانی را کمک میکنه که آنان مطیع او باشند، مطیع اراده او، از او پیروی کنند. ای عزیزان، این آیات به ما نشان میدهد که عیسی مسیح خداوند میدانست که اراده خدا این نیست که فقط با اظهار معجزات شاگردان خود را پیدا کند. زیرا ایمانی که تنها متکی بر دیدن یک معجزه باشد چندان ارزشی ندارد. برعکس متوجه میشویم که اراده خدا این بود که عیسی شاگردان خود را نه الزاماً به وسیله معجزه بلکه به وسیله تعلیم و موعظه جلب کند تا ایمانشان قوی و ثابت بماند. برای همین است که ما کلام خدا را به شما موعظه می‌کنیم، زیرا راه مسیح همین بود. شیطان به هر وسیله‌ای که می‌توانست سعی نمود تا عیسی مسیح را وادار به گناه نماید، اما در تمام مراحل مغلوب گردید. و ای عزیزان، تا آن وقت هرگز شیطان آدمی را که نتواند فریب بدهد پیدا نکرده بود، زیرا بدون استثناء بر آدم و جمیع فرزندانش غلبه کرده و می‌کند. ولی این عیسی مسیح بود که مطابق کلام خدا، مطابق تورات، سر مار یا شیطان را می‌کوبد و بر شیطان پیروز می‌شود. شیطان دانست که آن منجوی موعودی که غالب و فائق خواهد شد ظاهر گردیده است. دوستان عزیز، چقدر برای ما باید مایه تسلی و آرامش خاطر باشد که بدانیم عیسی مسیح بر شیطان پیروز شده و اگر ما هم با او باشیم در پیروزی او شریک خواهیم بود. و ای عزیزان، فراموش نکنید که امروز نیز، در همین لحظه نیز، شیطان ممکنه شما را داره آزمایش می‌کند. آیا می‌خواهید بر شیطان فائق شوید، پیروز شوید؟ به کلام خدا روی بیاورید، از کلام خدا استفاده کنید، زیرا در کلام خداوند قدرت است، قدرتی که می‌تواند هر نوع قدرت و وسوسه اهریمن را نابود کند. بنابراین دوستان عزیز، برای مبارزه با نفستون، برای مبارزه با تجربیات و احساسات و گناه، به عقل خود تکیه نکنید، به قدرت خود تکیه نکنید، به حکمت خود تکیه نکنید، بلکه به کلام خدا، کلام که جاودان و ازلی و ابدی است، کلام که قدرت خدا در آن آشکار شده است. خوشا به حال شما اگر کلام خدا را در قلب و وجودتون جا می‌دهید، زیرا پیروزی از آن شما خواهد بود. ماراناتا، یعنی مسیح به زودی برمیگردد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.